سلام الله علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. حال شما خوبه برادرم؟ سلامت باشید. بارک الله فیکم. با سلام به شما و کل کادر شبکه محترم و سلام بینندگان عزیز. حیاکم الله. بفرمایید. برادر گرامی، میخواستم بگم که وقتی که آیات قرآن بر پیامبر نازل میشد، بله. ایشان مرتبک میشدن. واقعا یک هیمنت خاصی دارن این آیات الله متعال، لذا اینکه واقعا این رو به رو میشدن. درست. پیامبری که این آیات بر ایشان نازل می شده و بر ما عرضه داشتن نمیدانسته که ولا تقربوا النساء فی المحیض العیاذ بالله. پناه بر خدا از این تفکر شوم و شیطانیت شیعه ها. واقعا من اصلا بدنم میلرزه وقتی به این فکر میکنم. یا مثلا الله متعال که میفرماید عسى ربه ان طلقکن، یعنی خدای او اگر یک سری پارامترها رو شما در نظر نگیرید الله متعال شما را طلاق میده. یعنی هم ازدواج پیامبر خداییه و هم طلاق شما، ولی که میبینید با کمال بیشرمی و راحت میان و ناموس رسول الله را به توبره میکشن. و از کنم خدمتتون در راستای این قضایا و توهین به حضرت فاروق اعظم در مورد عبقریت این شخصیت فرهیخته مقاله نوشتم که به اصطلاح میخواستم اگر به من فرصت بدید بفرمایید. شاید این مشارکت من با مشارکت های قبل فرق داره. بفرمایید. اگر براتون مقدور هست، اگر مقدور هست اتاق فرمان یک آهنگ ملایم بذارن یا صدامو اوکو کنند. اگر مقدور نیست که شروع کنم انشالله. من بله آماده است. دوستان اشاره میکنن که آماده است. انشالله صدای شما با آهاتی انشالله همراه خواهد بود. بفرمایید. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث و سخن در مورد عمر فاروق اعظم لیاقت می‌خواهد. باید الله متعال آنقدر به انسان موهبت و شأن بشری وارسته بدهد که شایستگی داشته باشد در مورد عمر بن الخطاب رضی الله عنه سخن بگوید. قلم در لابلای انگشتانم تقلای نفس می‌کند. گویی می‌خواهد تند و تند بجهد تا از آن سوی ردش اثری به جای گذارد تا سرآمدی و سروری ستاره فروزان در تاریخ بشریت را بنگارد. اگر بنده حقیر لایق باشم. عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزا العدوی، متولد سنه 590، 40 سال قبل از هجرت، قاضی خبیر که به عدل و انصافش شهره یافت و لقب فاروق از جانب رسول مکرم، یعنی تمییز دهنده حق از باطل، چه بین مسلمانان چه غیر مسلمانان سزاوار شخصیت اوست. عمر رضی الله عنه نسبت به سابقین اولین دیر مسلمان شد، لکن گوی سبقت را از آنها رو بود، لذا می‌بینید مقام دوم را به خود اختصاص می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشی. قرآن را بر تو نازل نکردیم که رنج ببینی جز هشداری برای خشیت مداران از الله متعال. با این آیات شریفه روح و روانش به اهتزاز در می آید و مسلمان می شود. در جهت اطلاع کرامت اسلام و مسلمین جانش را بر کف گذاشت. ایشان فرد با شهامتی بود و حتی از اسلام آوردنش رسول مکرم بسیار خرسند و خوشحال شد. ابن مسعود می گوید ما زلنا عزة منذ اسلم عمر، یعنی پس از اسلام آوردن عمر پیوسته عزیز و گرامی بودیم. لذا تطبیق آیه شریفه اذلة علی المؤمنین و اعزة علی الکافرین احوال پرشأن و منزلت فاروق اعظم رضی الله عنه می باشد که در برابر مسلمانان خاشع و خاضع و در برابر کفار با جبروت و قهار بود. آنهایی که عمر فاروق را دشنام می‌دهند هیزم جهنمی هستند که الله متعال وعده آن را داده است. در تعجبم از اینکه افرادی لا خرد فاروق اعظم را دشنام می‌دهند، در صورتی که دوره خلافت ایشان به دوره طلایی معروف است. فاروق اعظم را سطور قلم شناختن نشاید. شیر مردی که علی رغم اینکه جاهلیت دختران تفلک را از ترس حاشیه تراشی برای شوکتشان زنده به گور می‌کردند، حفصه دختر عزیزش و همسر آینده رسول الله را نه تنها نمی‌کشد بلکه با شور و شعف کنیه ابا حفص بر خود می‌گذارد تا جایی که متعه
این عمل آلاینده شوکت زن و کرامت نسوان را نکوهش و تحریم می کند. برخلاف پدر بزرگش که عبدالعزا نام دارد و دیگر جاهلان جاهلیت که عبدالشمس و عبدالقمر نام می‌گذاشتند، گویی الله متعال مقدر کرده برای ساختار شخصیت ایشان نامی بدون پیشوندهای بردگی برای خورشید و لات و هبل و عزا برایش انتخاب می شود. عمر اسم مسمایش بیانگر خدمات سرشارش می باشد. عمر یعنی عمران، عمر یعنی امارت، خلیفه عادلی که در نهایت فروتنی و بدون جل و جبروت امیری به همه حق نقدش را می دهد. فاروق اعظم حکومتی مدرنیته و دموکراتیک را در نهایت شورا و حق رأی پایه‌ریزی می کند، به همه حق حرف زدن می دهد و هیچ صدایی را در حنجره خفه نمی کند. در دوره حکومت عمر جامعه اسلامی با واژه‌های چون زندان و زندانی غریب و ناآشنا بود. در حکومت فاروق اعظم بردگی و اسارت معنا ندارد. خلیفه عادلی که هواپیمای شخصی ندارد، پیاده با پای مبارکش مسافت‌ها را طی می‌کند و هر جا خستگی راه برایش ملال‌آور شد به زیر سایه درختی اتراق می‌کند و بر زمین می‌خوابد. در راه مصر به همراه غلامش در مرکبی نوبتی سوار می‌شدند. وقتی به مصر رسیدند نوبت سواری غلام بود و خلیفه مسلمین در حالی که لگام اشتر را به دست گرفته وارد مصر شدند و مردم به تصور اینکه خلیفه سوار بر شتر است از غلامش تحیت و استقبال کردند. تعجب آور و دردآور این که حکومتی که داعیه جمهوریت و اسلامیت را بر خود یدک می‌کشد لکن ضبط احوالش مجوز نامگذاری اسم شریف و محترمی چون عمر را نمی‌دهد. ایشان برای انجام امورات اجتماعی داد و ستد و روابط با طوایف دیگر وزیر خارجه و سفیر قریش بودند. ایشان اولین نفری بود که ملقب به امیرالمؤمنین شدند. ایشان اولین نفری بودند که برای مهار گرانی و تقلب مأموران بازار را گماشت. ایشان اولین نفری بودند که انبار ذخیره اسلحه را برای حراست مرزهای اسلامی احداث کردند. ایشان اولین خلیفه‌ای بود که شخصا به اوضاع و زندگی مردم سرکشی نمود و احوال الناس را وارسی می‌کرد. به یادار آن هنگام که آن بیوه یتیمدار برای ساکت کردن طفلانش که از شدت گرسنگی می‌گریستند آب خالی را در دیگ بر شعله آتش هم می‌زند که به بچه‌هایش بوانمودد برایشان غذا می‌پزد تا آنها به تصور حاضر شدن غذا تا لحظاتی دیگر آرام و قرار گیرند. فاروق اعظم به همراه غلامش اصلا در حال سرکشی به وضعیت مردم بودند. در تاریکی شب نور آتشی می‌بیند، نزدیکتر می‌شود و می‌فرماید السلام علی اهل الضوء، یعنی سلام بر اهل نور، نمی‌گوید سلام بر اهل آتش، مبادا ترویج مجوسیت و آتش پرستی گردد و این فراست و نزاکت و ادب اجتماعی فاروق اعظم است. بعد از اینکه اذن تقرب می‌گیرد به آن زن می‌گوید چرا طفلانت گریه می‌کنند؟ می‌گوید گرسنه‌شان است و من وانمود می‌کنم که برایشان غذا پخت می‌کنم آرام شوند. و بعد با گله میگوید عمر بر ما امیر شد لکن از احوالمان غافل است. فاروق اعظم میگوید شما که به ایشان اطلاع ندادید. آن زن میگوید این کار امارتداران است که احوال مردمشان را سؤال کنند. فاروق اعظم به همراه اسلم به دارالدقیق یا بیت المال می رود و مقداری آذوقه بر پشت مبارکش حمل می کند. اسلم می گوید ای امیر المؤمنین بگذارید من این کار را بکنم. فاروق اعظم قبول نمی کند و می گوید در روز رستاخیز پاسخگوی رب العالمین باید من باشم نه تو. به هر حال آذوقه را به نزد آن زن می آورد و به همراه آن زن شروع به درست کردن غذا برای آن یتیمان می کند و بعد از این که پخت غذا تمام شد بدون آنکه خدا معرفی کند با آنها خداحافظی می کند. در تاریکی شب بعد از این که مقداری از آنها دور شد فاروق اعظم به شکم می خوابد که سایه سیاهی جسم مبارکش دیده نشود. به اسلم می گوید تو هم این کار را بکن. اسلم می گوید برای چه ای امیر المؤمنین؟ می گوید طفلان گرسنه اگر سیر شوند باید کمی نشاط و شادی کنند. بعد می خوابند و بعد به صدای طنازی و هیاهوی بازی آن طفلان را از دور شنید
و اصلا میگوید بلند شو برویم. آری این است فاروق اعظم، این است دست پرورده رسول مکرم. حقا که جهان امروز محتاج عمری چون فاروق است. خواب استراحتی گوارای چشمانی باد که به حکومت داریش عدالت ورزی نماید و کشور را با امنیت بیالاید. یا ابا حفصة الفاروق حکمت عدلت امنت سلم. این خواب در چشمانت گوارا باد. ایشان اولین نفری بودند که دواوین را احداث کرد، بدین معنا که مشخصات سجلی افراد در دیوانی نگاشته می شود و به نوع همین سرشماری امروزی است. ایشان اولین نفری بودند که تاریخ هجری را با مشورت ابوالحسن علی مرتضی بنای تاریخ اسلامی قرار داد و اینک تاریخ نگاران و مؤلفین سیرت نیک می‌دانند فضیلت این کار را. ایشان اولین نفری بودند که قضات دادگستری را که در کارشان سهلنگار بودند بازخواست نمود. در مرام فاروق اعظم بندوبست و پارتی بازی وجود ندارد. قاضی عادل و منصف و دادگستری که پسرش را به جرم شرب خمر شلاق میزد و میگریست. به او میگویند چرا میزنید و چرا گریه میکنید؟ فاروق اعظم میگوید عمر قاضی میزند و عمر پدر میگرید. ایشان اولین نفری بودند که شهرها و مدن را احداث کردند. ایشان اولین نفری بودند که معاملات نقدی و نوشتاری که همان چه که امروزی است را پایه‌گذاری کردند. ایشان اولین نفری بودند که پلها و راهها را احداث کردند و هزاران خدمت انسانی و دینی را به جامعه اسلامی عرضه داشتند. آن صبح دم سیاه نکبتبار فرا رسید و آن مجوسی آتش پرست خنجر کین را به زهر آغشته کرد و در حالی که فاروق اعظم به نماز ایستاده و با رب العالمین مناجات می‌کرد با ددمنشی و توحش ایشان را ترور می‌کند و قبل از شهادت در واپسین نفسهای عمر مبارک وقتی سازید به دست چه کسی ضربت خورده میگوید الحمدلله و سپاس خدا را که به دست مسلمانی خنجر خود. و این دلیل بر این است که در زمان حکومت حضرت عمر رضی الله عنه تمام مسلمانان از حکومت داری ایشان نهایت رضایت را داشتند. به سال 644 میلادی موافق 26 ذوالحجه سال 23 هجری تاریخ صفحاتی را ورق زد که در آنها غروب ستاره فروزان را در نهایت بیرحمی در تارک زمین خود نگاشت. پیکر پاکش در جوار معلم و راهنمایش و دوست گرامیش ابوبکر به خاک سپرده می شود. در جنت الفردوس روح شادش غرین روح پرفتوح رسول الله و صدیق اطهر است. شکی در آن نیست. سیرتش بصدام، راهش با دوام باد. جزاک الله خیر. من تشکر میکنم از برادر عزیزم عثمان از اهواز. این اشکایی که برادرمون عثمان ریختن منو به یاد یکی از هدایت یافتگانی انداخت که یک روزی در مدینه منوره با ایشون صحبت میکردم. از بقیع برگشته بود، دیدم چشماش اشک‌آلوده است. تصور کردم خب شاید رفته مثل عادتهای دوران به اصطلاح شیعه‌گریش حتما دوباره در مراسم عزاداری یا نوحه‌خوانی شرکت کرده، گریه کرده. گفتم چه خبره، چی شده، ناراحتی، اشک ریختی جایی؟ گفت والا رفتم بقیع کمی گریه کردم. گفتم کجا رفتی در بقیع، چرا گریه کردی؟ گفت رفتم سر قبر عثمان. گفتم که ای عثمان مظلوم منو ببخش، منی که در دورانی که گمراه بودم، در دورانی که شیعه بودم خیلی به تو ظلم کردم، خیلی به تو لعن و نفرین کردم، منو ببخش. و برادرمان عثمان هم یکی از کسانی است که الله سبحانه و تعالی دل ایشون رو به نور هدایت، نور قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منور کرده. با هم سرود زیبا میبینیم و به همه میگیم که اگر عمر در بین ما نیست، فرزندان عمر زنده اند.